قلب انسان با عقیده توحید قلب سالم گفته میشه. الا من اتى الله بقلب سلیم. کدام قلب سالم هست؟ قلبی که بیادب در مقابل خالق باشه، یا قلبی که خالق خدا بشناسه، ملائکه را بشناسه، کتابهای آسمانی را بشناسه، صحابه کرام سبحان الله بشناسه، عظمت و عزت صحابه کرام بشناسه، و وقتی که اینا را شناخت محبت قلبی با اینا داشته باشه، باز اونو هست که قلب سلیم داره. پس عقیده عظمتش دهی است که قلبم از امراض کفر، نفاق، جهالت نجات میده، و در روز قیامت کسی نجات پیدا میکنه که قلب سالم داشته باشه. قلبش از چی سالم باشه؟ از مرداری ها و کثافت های کفر، از مرداری و کثافت شرک، از مرداری و کثافت و ویروس ها و میکروب های منافقت، از کثافت و میکروب ها و ویروس های احزاب شیطانی و شیطان پرستی، از یا قلبت پاک میشه. قلبت با قالبت به خالقت تسلیم میشه. اینی قلب سلیم است. با قرآن میگم، گپ من نیست، قرآن میگه که در روز آخرت نجات نصیب کی هست؟ الا من اتى الله بقلب سلیم. فقط مستثنا کسی است که با قلب سالم در روز قیامت در مقابل خالق متعال استاد شد. ذره از کفر در قلبش نباشه، ذره از شرک در قلبش نباشه، هیچ وقت به زیارت سجده نکرده، هیچ وقت به قبر محمد صلی الله علیه و سلم سجده نکرده، به مدینه منوره رفته لکن به قبر صحابه سجده و رکوع نکرده، به قبر پیغمبر قلب سلیمش اجازه نمیده که سجده بکنه، هیچ وقت در مقابل پیر خود پایایش ماچ نمیکنه، هیچ وقت نیازی نداره که به یک مخلوق خود ذلیل بسازه. کلی کارا رو چی میکنه؟ قلب سلیم میکنه. وقتی که خالق شناختی نیازی نداری که به بارگاه مخلوق خود ذلیل بسازی. خالق که از شارگ گردن برات نزدیکتر است، از 70 مادر برات مهربانتر است، مجیب است، دعایت میشنوه، مهربان است، رحمان است، رحیم است، مجیب است، قریب است. وقتی که کل زیر شناختی قلب تو سلامتی پیدا میکنه، سالم میشه. این صفات خالق تمام میکروب ها را از قلب تو پاک میکنه. پس شرک در قلبت نیست. وقتی که شرک نبود هیچ وقت نمیگی که ما والا پیروی از پدرایم میکنم.